نصیحت هفتم گفتن مادر این است که دخترم کیبانو باش. کیبانوگی هم در زندگی بسیار نقش میبازد. اکو کیبانوگی دخترم وابسته مادراشون است. مادرها وقتی که دخترها را تربیه میکنند، مادرها وقتی که اگر دخترها را در پخت و پز شناس میکنند، آماده میکنند، این به مادرها بسیارتر وابستگی دارد. در یک حیات یک برادر، در جدایی یک برادر ما اشتراک داشتیم. میگو که چند باره که همین زن تاکید کردم که خواهی نخواهی زن از وقت می آید 6 ماه و 7 ماه شما میدانید که بسیاری کارها از دستشان نمی آید، در هم خانه شوهرها می آموزند. میگه تخمین 1 سال همین زن در خانه ما بود، بازم آن که خواهرای من در پخت و پز بسیار مهارت بلند داشتند، ولی 3 باره که همین زن ما تاکید کردیم که بالای دسترخوان را تارت بپز، تارت 3 بار که میپزد تارت از سومنک فرق ندارد. تلفناتون خاموش کن دادرای عزیز، بیزار شده من تلفنای شما. بعدا همین انسان مجبور شد و از همین زن میگه به خاطر اینمی که زن کیبانو نیست به همین خاطر رهاش کرد. اگر چندی ما در بین در آمدیم گفتیم اگر رهاش باشد تماما همین مرد دیگر از پشت که زن کیبانو نیست دیگر خواهش زندگی پیدا نکرد. این مادر زن چی میگه؟ دخترش میگه دخترم کیبانو باش و کدبانو باش. بسیاری بسیار در زندگی، در هر یک محصولاتی که شوهر در خانه میخرد و خرج بیهوده راه نده، زیرا دختری عزیز پیدا کردن محصولات این به آسانی به دست نمی آید. چی نصیحت های زیبایی، چی مادرهای خوب و مسلمانی. هشتم دختری عزیز، حق دیگر نانخورهای شوهر را فراموش نکن. ببینید حق دیگری نانخورهای شوهر کیست؟ پدر و مادری او، دادر و خواهر او، خویش و تبار او. حق اونها را محافظت کن. آنها هم نانخورهای خانه شوهر توی هم، چه از دادری او، چه از اکه او، چه از خواهر، چه از اپا، چه از خویش و تبار، چه از پدر و مادر. به همه اونها زمان بیا، به همه اونها معامله خوب کن. اینا به خاطر چی گفته ایستاده است؟ به خاطر که اگر دختری عزیز اینها را تو پایبند شوی تو در زندگی در مشکلات روبرو نمیشی. این به این خاطر است.